سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من عرفان سناتور هستم. اومدیم یه گیم پلی از بازی به شدت اعصاب خورد کن. بعضی ویدیوهاشو توی یوتیوب و جای دیگه دیده بودم، گفتم بد نیست منم بذارم. خب بریم سراغ بازی. من خودم رفتم میخواستم امتحان کنم تا 58% رفتم، ولی خب واقعا خیلی سخته. حتی عادی بیام 200 بار مردم. بیا سر یه دونه پرش الکی خیلی هم زیاده. این دفعه میخوام صفر بچسبم تا آخر. رسیدیم به اینجا، تازه الان 30-40% رفتیم، هنوز اونقدر نشده. خیلیه، یعنی خیلی طولانیه، به شدت هم سخته. خیلی راحت بود مثلا. ای وای، بریم اون یکی مرحله ببینیم چجوری اون یکی. اوه، پرشو زیاد میکنه توشو. باید رو آتیشو میپریدم. وای، چه چیز اعصاب خورد کنی الکی الکی. دست دیگه اصلا. اینجا یه دونه مود داره، مود سیوشه، یعنی هر چقدر بری جلو خودش سیو میکنه. اونو بریم ببینیم تا آخرش چجوریه دیگه. خب اینجا سیو شدن، دوباره اینجا میاد. خوبه که سیو میکنه. خب سکر نفهمیدم واسه چیه. No! God, please, no! No! خب اینجا به بعد دیگه خیلی سخت میشه بابا. دوباره این. چهل و 49 بار مرگ. بالاخره تموم شد، بالاخره. به شدت بازی اعصاب خورد کنیه. اینجا شد مرحله دومش هم با سیو بریم. خب قشنگ میرم باز.
خدا. تازه سیو ها، بگاه سیو نبود چقدر کار میبره. من نمیدونم این یوتیوبرهای دیگه چجور بازی میکنن، بقیه چجور اینو رد میکنن. ای بابا سیو نمیکنه. یا کجام سیو کرد؟ و تموم شد با سیو. چقدر مردم. خیلی ممنون دوستان که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. لایک و ساب فراموش نشه. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیوهای بعدی بدرود.